روز بخیر بینندگان عزیز. سرخط خبرهاست منظورتون از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. در چند دقیقه که در اختیار داریم درباره آن صحبت میکنیم که تاجیکستان قرقیزستان را با پنهان کردن سلاح و مهمات جنگیش در مرز ایبدار میکند. اسم یک قربانی خردسال دیگری مناقشه مرزی معلوم شد که همگی 3 سال داشته است. هشدار مقامات ازبکستان و قرقیزستان با مهاجرانشان برای شرکت نکردن در عملیات نظامی روسیه و بازداشت یک جوان در دوشنبه برای تشکیل فاحشه‌خانه. خبرهای دیگر هم داریم. تاجیکستان میگوید صرف نظر از سازش آتش بس قرقیزستان در مرز با تاجیکستان سلاح و مهماتش را نگه می‌دارد. قرقیزستان این عیبنامه را رد نموده می‌افزاید که بعد برخوردهای نظامی هفته گذشته وضعیت در مرز میان دو کشور آرام است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 21 سپتامبر با نشر بیانیه رسمی اظهار نمود که جانب قرقیزستان وانمود میکند که نیروها و اسلحه وزنین را از خط سرحد دور میبرد، ولی آنها را در محله های لیلک و جان آلای ولایت بودکند نگه میدارد که هممرز با تاجیکستان است. وزارت همچنین ابراز داشته است که هواپیماهای بی‌سرنشین قرقیزستان چند دفعه به حریم هوایی تاجیکستان وارد شدند. در همین حال روز 21 سپتامبر کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اظهارات پخش نموده تاکید کرد که مطابق با سازش آتش بس وضع در مرز آرام است. 19 سپتامبر رهبران نهادهای امنیتی تاجیکستان و قرقیزستان سیمومین یتیموف و قمچیبک توشیف در پروتکل امضا گذاشتند که راه را برای ختم دشمنی و بیرون کشیدن سلاح و مهمات از منطقه مرز باز می‌کند. اسم یک قربانی خردسال دیگری مناقشه مرزی معلوم شد. او احمدجان صابیروف 3 ساله ساکن محله لنگری چارکوهی اسفره بوده است. ساکنان ده و نزدیکانش به رادیوی آزادی گفتند که این طفل خردسال روز 15 سپتامبر هنگام گریز به جای امن در پی حمله به اسناد کشته شده است. از این پیش خبری مرگ اسما امریدین زاده 6 ساله، عمران الهام زاده 5 ساله و بی‌شریفه واحدوی 8 ساله در مناقشه مرزی رسانه‌ای شده بود. تاکنون مرگ بیش از 60 شهروند تاجیکستان در مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر معلوم شده است. مقامات شماری کشته شده ها را 41 نفر میگویند. تفصیلات بیشتر درباره مرگ ساکنان آسایشته و کودکان و نورسان در مناقشه مرزی را در گزارش در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما خواهیم کرد. بیش از 1300 نفر برای شرکت در اعتراضهای کم نظیر ضد جنگی در روسیه بازداشت شدند. سامانه مستقل اوید اینفو می نویسد 21 سپتامبر بعد اعلان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره سفربرسازی جزئی نظامیان احتیاطی به ارتش در 38 شهر روسیه اعتراضی مردمی دایر شد. اساساً بازداشت‌ها در 2 شهر بزرگ روسیه مسکو 530 نفر و سنت پترزبورگ 470 نفر به قید گرفته شده است. بازداشت اعتراضگران در شهرهای چلیابینسک، یکاترینبورگ، کراسنویارسک، اوفا، ایرکوتسک و کراسنودار نیز جای داشته است. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است دیده می شود که در میان اعتراضگران زنان زیاد بودند. برخی از اعتراضگران پرچم زرد و کبود اوکراین را بالا برداشته بودند و دیگران مخالف سفربری نظامی بودند و استعفای پوتین را طلب می‌کردند. روز چهارشنبه پرزیدنت روسیه برای برآوردن نیازمندی‌های ارتش روسیه در عملیات اوکراین سفربری جزئی اعلام کرده بود. مقامداران روسیه هشدار می‌دهند که برای شرکت در اعتراضات تا 15 سال زندان پیش بینی شده است. بینندگان ارجمند، حالا به یک آگاهی توجه کنید. بعد ارزیابی واکنش‌ها به سفربری جزئی نظامی در روسیه را ادامه می‌دهیم. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد برنامه سرخط رویدادها ساعت 16 به وقت دوشنبه و ساعت 14 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. مقامات ازبکستان و قرقیزستان مهاجرانشان را آگاه کردند که برای شرکت در عملیات نظامی روسیه
مجازات خواهند شد. در پی اعلان وعده پیشنهاد شهروندی به مهاجران بر عوض قرارداد با ارتش روسیه، دادستانی کل ازبکستان با نشر یک اعلان از شهروندانش دعوت کرده است که به صف نیروهای مسلح کشوری دیگر وارد نشوند و در عملیات نظامی شرکت نکنند. دادستانی تاکید کرده است که این عمل طبق قانون جنایت است و برای آن از 5 تا 10 سال زندان پیش بینی می شود. به این ترتیب سفارت قرقیزستان در روسیه هم پس از اعلان آسان شدن شهروندی بر عوض خدمت در روسیه با مهاجرانش از پیامدهای شرکت در جنگ و عملیات نظامی خارج کشور یادرس شد. به شهروندان قرقیزستان برای این عمل تا 10 سال زندان تهدید می کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک جوان خبر داده است که به تشکیل فاحشه‌خانه گمان بر می شود. به اطلاع این نهاد ساکن 27 ساله پایتخت منزل زیست خود را در ناحیه سینا به مکان تنفروشی تبدیل داده است. جوان گمانبر شب 19 سپتامبر هنگام پیشنهاد خانه به فراهم آوردن شرایط برای واخوری مرد و زن بازداشت شده است. وزارت میگوید بر عوض این کارش صاحبخانه از مشتریان 400 سومانی مبلغ میگرفته است. موقع جانبی بازداشت شده معلوم نیست. قانون‌های تاجیکستان برای تشکیل یا نگهداشت فاحشه‌خانه همچون دلگی و زنجلابی جریمه به اندازه از 1000 تا 2000 نشان دهنده یا تا 5 سال حکم زندان را پیش بینی می‌کند. 4 سال پیش پارلمان تاجیکستان جزا برای تشکیل فاحشه‌خانه‌ها را سخت‌تر کرده بود. و حالا رو می‌آوریم به وضع در بازار قربی اسعار. امروز 22 سپتامبر بانک ملی 1000 روبل روسی را 165 سومانی و 40 درم، یک دلار آمریکایی را 10 سومانی و 23 درم مقرر کرده است. یورو امروز هم کمی پایین رفته به 10 سومانی و 14 درم برابر شده است. این معلومات درباره قربی رسمی اسعار بود. در بانک‌های تجارتی آن می‌تواند فرق کند. سرخط خبرها رو اینجا به پایان میبریم و بعد از 3 ساعت شما را در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. روزی خوب.